دنیای گیم که پر از دنباله ها و ریمیک ها و جهان های باز پر از مشغولیات شده، چیزهایی که واقعا حس متفاوتی داشته باشن نادران ارزش حرف زدن رو دارن. سلام رفقا، من مجید جکسون هستم و اینجا کانال منه و با هم میریم سراغ 20 بازی فوق‌العاده اصیل که مثل هیچ کدوم نیستن. از شماره 20 شروع میکنیم. اسلیتر هد، خالق سایلنت هیل یعنی کیچیرو تویوما، یکی از عجیب ترین بازی های اخیر رو ساخت. بازی که توش نقشه یه روح شبحواریو داری که دنبال هیوله هایی به اسم اسلیتر هد میگرده. این هیوله ها اول توی بدن انسان قایم میشن و بعد از سر بیرون میپرن. شاید فکر کنی سبکش قراره به ترسونی بازمانده ها باشه، اما نه. هر مرحله اسلیتر هد مثل یه سندباکس کوچیکه و هدفت پیدا کردن و شکست دادن اسلیتر هد مخفیه. روح تو میتونه از یه بدن به بدن دیگه بپره و بدنها رو مثل سپر گوشتی استفاده کنه تا بجنگه. کم کم بازی عجیبتر هم میشه. برای پیشروی باید راههای مخفی پیدا کنی یا شخصیت‌های پنهانی باز کنی که اتصال قوی‌تری به روح تو دارن و سلاح‌های خون‌محوری میتونن احضار کنن. واقعا هیچ بازی دیگه شبیه اسلیتر هد نیست. من خودم کامل بازیش کردم و هنوزم دقیقاً نمیفهمم چی به چیه، ولی میدونم که مثل هیچ چیز دیگه‌ای بازی نمیشه. فقط یه بازی شبیه دث استرندینگ 2 وجود داره و اونم نسخه اولشه. هیدیو کوجیما باز هم یه اپیک عجیب ساخته که از هر بازی دیگه‌ای فرق داره. به ویژه از لحاظ چرخه اصلی گیم پلی. تو این بازی بیشتر اسلحه ها و روش‌های متفاوت حرکت کردن رو می‌بینی. مثلا یه تابوت کوچیک که میتونی روش مثل یه سرنورد سواری کنی. ولی مأموریت‌ها همونن. راهپیمایی از یه نقطه نقشه به نقطه دیگه با بارهای سنگین. گاهی وسیله میگیری، گاهی نه، و خیلی وقتها به مهربانی بازیکنان دیگه نیاز داری تا کارت پیش بره. دنیا پر از موجودات شبحی تصادفی و ارتشای مسلحیه، اما عجیب ترین بخش اینه که کل بازیکنها به صورت غیر مستقیم با هم دنیا رو وصل میکنن. سازه هایی که میسازی، پل، نردبان، مارکر و غیره، ممکنه در بازی دیگران هم ظاهر بشه. یعنی تو مستقیم با کسی همکاری نمیکنی، اما همه دارن با هم کار میکنن. کوجیما اسمش رو گذاشته بازی رشته‌ای، استرند گیم. دقیقاً چرا معلوم نیست، اما این ایده کاملا منحصر به فرده و فقط یه دیوونه پورتال و ویتنس و اینا. بلوپرینتس هم تازه ترین بازیه که واقعا سبک خودش رو داره. این اولین پازل روگلاییه که کاملا با ایدهش بازی میکنه. هر روز درون بازی از در ورودی یک عمارت ظاهر میشه که چینشش ثابت نیست. در 3 اتاق مختلف رو بهت نشون میده. اتاق‌ها تصادفی هستن و هدفت اینه مسیری به بالاترین نقطه خانه بسازی و در طول راه پازل‌ها رو حل کنی. اتاق‌هایی که باز می‌کنی به پول اتاق اضافه میشن و وقتی اتاق‌ها رو طوری وصل کنی که با هم تعامل کنن، پازل‌ها حل میشن. مثلا وصل کردن اتاق دیگ و دیگ بخار در آزمایشگاه یه دستگاه جدید باز می‌کنه، یا روشن کردن کوره یخ یه فریزر رو آب می‌کنه. کاملا خلاقانه و تصادفی سازی شده. ممکنه هیچ وقت همه چیزش رو تجربه نکنی. این بازی دید ما از استراتژی زمان واقعی رو عوض میکنه. ژانر قدیمی RTS داره دوباره اوج میگیره و این بازی یکی از منحصر به فرد ترین هاست. تو با یه قطار زره‌پوش و منابع اندک باید از روسیه از طریق سیبری فرار کنی. باید آذوقه، مهمات و متحد جمع کنی و تو طبیعت وحشتناک روسیه پیش بری، در حالی که ارتش سرخ دنبالت میکنه. بازی هم مدیریت سیم و هم RTS. تصمیم میگیری کی قطار رو نگه داری، کجا غارت کنی و چه وقت درگیری ها رو قبول کنی. بازی سخت و بیرحمه و هر باختی حسی داره. پس یادت نره هر چی پالتوی گرم و آذوقه میتونی جمع. یکی از عجیب ترین بازی ها که قبلا روی PS2 منتشر شده و خیلی ها حتی اسمشو نشنیدن. تو آخرین خط دفاع بشری هستی و با ربات غول‌پیکری باید با حمله بیگانگان مقابله کنی. اما پیچیدگی اینه که ربات رو مستقیم کنترل نمی‌کنی. تو به عنوان خلبان روی زمین نیستی و ربات رو مثل یه اسباب بازی آرسی از پایین کنترل میکنی. تجربه دیدن 2 ماشین غول‌پیکر که میجنگن در حالی که خودت باید فرار کنی یا زیر آوار نمونی واقعا عجیب و منحصر به فرده.
بین مأموریت‌ها داستان به صورت کاتسین شبیه رمان تصویری پیش میره و تصمیمات ممکنه داستان رو تغییر بدن. گاهی خراب کردن ساختمان‌ها یا نابود کردن کسب و کارها برات سودآور میشه. یه پازل عذاب‌آور مخصوص درباره منطق برنامه‌نویسیه. خوشبختانه لازم نیست C++ بلد باشی، ولی فهمیدن منطق پشت قضیه کمک میکنه. با هل دادن بلوک‌های متی روی نقشه عملاً میتونی هر خاصیتی رو تغییر بدی. در ابتدا قواعد سادن، مثل سنگ مساوی قابل هل دادن، و بعد کم کم میتونی واژه ها رو جابجا کنی تا دیوارها قابل هل شدن یا تو تبدیل به هر چیزی بشی. زودتر از اون چه فکر کنی وارد معماهایی میشی که اصلا نمیدونی چرا فلان دروازه باز میشه. همه چیز منطقیه و مشکل از خودتونه. بعضی معماها رو قبول کردیم هیچ وقت تموم نمیشه. همین عجیب بودنشه که بابا ایز یو رو یکی از خاص‌ترین بازی ها کرده. یه بازی ریتم محور که با اکشن کاراکتر ترکیب شده. در حالی که آلمان‌های ریتمی تو ژانرهای مختلف نفوذ کردن، های فای راش یکی از بهترین اجراهاست. همه چیز با ضرب موسیقی انجام میشه، از قدم‌ها تا ضربه‌های شمشیر. هر چه با ریتم هماهنگ‌تر باشی بازی آسان‌تر میشه. مثلا پاری کردن وقتی روی بیت باشه تقریبا هیچ وقت خطا نداره. ربات‌های NPC، ماشینالات، سکوها همه با ریتم هماهنگه و این حس بسیار دقیقی میده که مثل مترونوم کمکت کنه. بعد از مدتی مترونوم حذف میشه و باید روی حافظه عضلانی حساب کنی. طراحی دقیق و توجه به جزئیات این بازی رو خیلی خاص کرد. 30 سال گذشته و هنوز هیچ بازی شبیه این نیست. یه شوتر غیر قابل تعریف که سال 2000 روی گیم کیوب اومده و حالا تبدیل به کلت کلاسیک شده. شما یکی از 7 آدمکش رو بازی میکنید و مسیرها خطی و اما کنترل کامل ندارید. وقتی دشمن نزدیک میشه باید وایسی و اسکن کنی. دشمن‌ها موجوداتی نامرئی و خودکشی کن هستن که وقتی نزدیک میشن میخندن. اسکن نقاط ضعفشون رو نشون میده و باید تیراندازی کنی. داستان در میون کاتسین‌های پیش میره که اغلب جواب نمیدن و خیلی ها اعتقاد دارن بازی عمدن از جواب دادن به سوالهای مرکزی تفره میره. اگر حالپذیری تجربه عجیب و آزاردهنده رو داشتی، کیلر 7 تجربه‌ایه که واقعا مثلش نیست. الان روی استیم هم در دسترس و بدون امولیشن قابل بازیه. یه پیچش جالب روی اوگر بتل. به جای اینکه مرحله به مرحله جدا کار کنی، کل دنیا به میدان نبرد تبدیل شده. به جای کنترل واحدهای تکی، تیم‌های کوچیکی میسازی که به صورت خودکار بر اساس فاکتورهای پیچیده‌ای از قابلیت‌ها استفاده میکنن. عمقش تا حدی پیچیده میشه اگر بخوای ترکیب‌های ایدئال بسازی. اما برای بیشتر بازیکن‌ها سطح ساده‌اش کافیه و سرگرم کننده است. مأموریت‌ها واحدها روی نقشه بازی قرار دادن و بدون لودینگ جداگانه حس آزادسازی دنیا رو میدی. خیلی ساده و در عین حال عمیق. میخوای یه بازی ماهیگیری با چاشنی وحشت کیهانی؟ دیرچ همینه. اوایل گیم پلی نسبتا سنتیه. روزها ماهی میگیری، میفروشی، قایق رو ارتقا میدی تا سفرهای طولانی‌تر و ظرفیت بار بیشتری داشته باشی. اما هر ناحیه تهدیدات خاص خودش رو داره. مرداب وحشی با موجودات شکارچی، حوزه عمیق با موجود خداگونه مانندیه که شبها بیدار میشه و شاخک‌های تک چشمیش نورانیه و ویرانه‌های باستانی روی جزیره آتشفشانی. بازی فراتر از ماهیگیریه. ترکیب آرامش گشت و گذار با حس ناخوشایند کشف رازهای ترسناک. اینجا یه ماشین دست دوم از کار افتاده داری و باید از یه طبیعت متروکه پهناور عبور کنی. فقط با هوش و مهارتت. مراقبت از ماشین همیشه کلید بقاه. تهدیدهای طبیعی هم هستن، مثل جاده‌های خراب که لاستیک رو پنچر میکنن. اما مشکلات عجیب و غریب تصادفی هم پیش میان که به تجهیزات مخصوص نیاز دارن. وقتی وسط جاده خرابی مساوی با مرگ، باید خیلی خوب سراغ تعمیر و مدیریت ماشین بری. ماشین تو هم کم کم شخصیت پیدا میکنه و رفتارهای عجیب از خودش نشون میده. در باز میکنه وقتی چرخ میزنی یا بوق میزنه وقتی ترمز میکنی. ترکیب آرامش و استرس دائمی تجربه جالبیه. پازل گیم ها همیشه خلاقن، اما ریتورن آف دی اوبرا داین یکی از خلاقترین هاست. این بازی عملاً بازی اطلاعات حداقلیه.
یه فهرست از اسمها، یه عکس از خدمه و یه لحظه یخزده از اتفاق رو داری و باید بفهمی هر کسی چطوری مرده. با کاوش تو کشتی متروکه به لحظات مهمی از گذشته منتقل میشی و رویدادها رو میبینی. از درگیری مسلحانه تا هیولاهای عجیب، سبک هنری و گیم پلی مشاهداتی این بازی رو فوق‌العاده خاص کرده. این بازی تأثیرات خودش رو بلا درنگ به رخ میکشه. حس داستانهای جونیجی ایتو رو داره، گرچه ایتو دخالتی نداشته. ساختار روگلایکش کارو سخت میکنه که بازیکن تقریبا همیشه در شانس باخت باشه. گیم پلی سخت توضیح پذیر بازی به شکل مجموعه‌ای از دکمه ها و انتخاب‌های متنوع. به مکان‌های مختلف سفر میکنی، همراه پیدا میکنی، ابزار میخری و سعی میکنی مقابل سیل بی‌پایان رویدادهای عجیب دوام بیاری. حتی تو خونت هم امن نیستی. اتفاقات ترسناک سراغت میان. هر پرونده داستانی انتخاب‌های مختلفی داره و بعضی پایان‌ها خیلی بد تموم میشه. خیلی از مواقع بهترین راه فرار کردنه و این دقیقاً حس داستان‌های ژاپنی وحشت رو میده. ما تو عصری زندگی میکنیم که کلون‌های مختلف از ژانرها میاد، اما هنوز کلی بازی سوپرهات مانند نداریم. ایده ساده اما ناب. دشمن‌ها فقط وقتی حرکت میکنن که تو حرکت کنی. اگه بیستی همه چیز متوقف میشه، حتی گلوله‌ها، و این بهت امکان میده صحنه‌ها رو مثل یه معما حل کنی. ترکیب اکشن و پازل و دیدن اجرای کامل پیروزی در زمان واقعی خیلی لذت بخش و خاصه. یه کابوس تبدار واقعی، بازی ترسناک که راستش خیلی هم ترسناک نیست، مگه اینکه بخوای دوباره گیم پلی مسخره و عجیبش رو حرف بزنی، چون ایلبیلی دیوونه بازی مکانیکا رو تا ته میبره. این از همون بازی‌های خاصه که هیچ شباهتی به بقیه نداره، چه عاشقش بشی چه متنفر، فراموش کردنی نیست. مرحله ها هم هر کدوم دشمن‌های مخصوص خودشونو دارن. اوایلش خیلی معمولیه، مثلا یه هتل تسخیر شده، ولی هرچی میری جلوتر عجیب‌تر میشه. تصور کن داری نقشه ایندیانا جونز نقطه چیه؟ نسخه وودی از توی استوری رو بازی میکنی و بعد باید با یه سونیک شیطانی بجنگی. اینجاست که یا میگی این دیگه چه کوفتیه، یا برعکس این بهترین بازی تاریخه. یکی از خلاقانه ترین بازی های استراتژیک نوبتی که تا حالا ساخته شده. دومین کار سازنده های بازی معروف FTL هم هست. اینجا تو نقشه یه تیم از ربات‌های غول‌پیکر هستی که باید از شهرها در برابر هیولاهای فضایی غول‌پیکر محافظت کنن. ولی نکته خفن بازی قابلیت سفر در زمانه. تو همیشه میتونی ببینی حرکت بعدی دشمنا چیه. این باعث میشه هر بار که بدونی قراره چی کار کنن بتونی بهترین واکنش رو نشون بدی و جلوشون رو بگیری. اینجا تصمیم‌های تو واقعا مهمه، چون هیچ حمله‌ای توی بازی درصدی نیست، یعنی هیچ وقت چیزی مثل شانس وجود نداره. همه چی به این برمیگرده که چطور جلوی دشمن رو بگیری تا شهر رو نابود نکنه و حرکاتشون رو خنثی کنی. حالا اگه از پازل حل کردن خسته شدی و دنبال یه بازی خاص هستی، کلش آرتیفکت آف کئوس یه انتخاب عالیه. این بازی یه جور اکشن بزن بهادره توی یه دنیای فانتزی عجیب غریب که شبیه هیچ چیز دیگه ای نیست. هسته مبارزات بازی یه حس شبیه گاد آف وار نسخه های جدیدشو داره که خیلی عجیب و جالبه، چون بودجه این بازی خیلی کمتره. ولی چیزی که کلش رو خاص میکنه فقط مشت و لغت زدن نیست. اینجا قبل از هر مبارزه بزرگ باید وارد یه مینی گیم شرط بندی بشی. طراحی دشمن‌ها و محیط‌ها هم خیلی عجیب و غریبه. اگه حال میکنی هر 5 دقیقه یه چیز چندشاور ولی خفن ببینی، این بازی دقیقاً برای توه. این بازی یه حس خاص و متفاوت داره. خیلی ها میگن شبیه پکتیو درایوه، چون اون یه بازی سخت و استرس‌ساز که باید با یه ماشین داغون کل کشور رو بگردی، ولی فار تقریبا برعکسشه. اینجا به جای یه لگن از رده خارج یه ماشین عظیم الجثه عجیب داری که با کوره کار میکنه و یه بادبان غول‌پیکر هم روش نصبه. بازی شبیه یه ماجراجویی داستانی تو سبک لیمبو یا اینسایده، با این تفاوت که این ماشین چند طبقه عجیب نقش اصلی رو داره. این ماشین در واقع هم وسیله حمل و نقله، هم خونه متحرکت.
وقتی توی دشت‌های خالی حرکت می‌کنی باید مدام مراقب باشی ماشین سالم بمونه. سوخت پیدا کنی، فشار گاز رو کنترل کنی، جلوی داغ کردنش رو بگیری. وقتی باد میاد فقط کافیه بادبان‌ها رو باز کنی و حس کنی توی بهشته. در کل تجربه فوق‌العاده آرام بخش و در عین حال هیجان انگیزه. اینو واقعا سخت توصیف کرد. ترکیبی از هاتلاین میامی روی موتورسیکلت با آلمان‌های مترویدوانیا اینا. یکی از باحال‌ترین مکانیک‌هاش اینه که باید وسط پرش و فیلیپ زدن تفنگت رو ریلود کنی. از یه طرف یه نقشه عظیم و دنیای باز داره، از طرف دیگه سبک بازی بیشتر به ترایس اچ‌دیه ولی با داستان فضای عمیق‌تر. تو نقشه یه محافظ روستا هستی که همیشه با موتور اینور اونور میری. فقط وقتی وارد شهر بشی از موتورت پیاده میشی وگرنه همیشه بهش چسبیده ای. واقعا بازی خاصیه و یکی از متفاوت‌ترین سایت اسکرول هایی که تو سالهای اخیر دیدم. و در نهایت بازی شماره 1 کریپت مستر، یک بازی که تو اون کلمات همه چیزو کنترل میکنن. واقعا همه چی با کلمات کنترل میشه. این بازی یک دانجن کراولره که همزمان یه بازی تاپینگ هم هست. یعنی برای ضربه زدن به دشمنا باید کلمات تایپ کنی، یعنی کلمه تایپ میکنی و دشمن دمیج میشه. اما تایپ کردن فقط برای مبارزه نیست، مثل بازی تایپینگ دد. در تعامل با راهنمای خود در طول بازی کریپتو مستر بر اساس کلماتی که تایپ میکنی باید شما صحبت هم بکنی. این بازی به طرز عجیبی مسخره و اعتیادآوره. شما میتونی با تکان دادن خرچنگ‌ها و دشمنا مبارزه کنی و یا با کاراکترهای عجیب تایپ کنی و تعامل کنی. خب بچه‌ها، اینم از 20 بازی تاپی که براتون جمع کردیم و هر کدومشون میتونه ساعت‌ها سرگرمی و خاطره خفن بسازه. یادتون نره لایک کنین، سابسکرایب بزنین و زنگوله رو هم فعال کنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.